متهم قسم میخوره که دروغ نگه؟ کست ننه آدم دروغ. آقا فوش نده، ادب و رعایت کن. آقا اصلا کست ننه هر چی فوش بده ادب و رعایت نکنه. حتی تو عکسایی که اخیراً ازت اومده بود بیرون ریسیویل داشتی، چرا الان نداری؟ انیماتورای شما کون گشادن از من میپرسی؟ منطقیه. خب تو پرونده چند فقره جرم وجود داره که یکیش هم فحاشیه. من واقعا متاسف میشم وقتی هنرمندی مثل تتلو رو دستگیر میکنم. بابا شما که قدرت دستتونه اینو اعدامش کنید. چی میگی تو ویلی؟ اعتراض دارم، شما نمیفهمی سلطان تتلو فوش نمیده که. فوش نمیده؟ من کجا فوش دادم کس کشا؟ همین الان فوش دادی دلقک رنگی. نه شما متوجه نمیشین، سلطان فقط واقعیت‌ها رو میگه. او تو عجب مادر جنده خایمانی هستی. بیا همین الان فوشت داد. افکار پوسیدتون رو دور بریزید، مادر جنده که فوش نیست. من واقعا نمیفهمم وقتی امثال شما اینقدر زیاده چرا دارن موشکا رو میزنن تو اسرائیل. وکیل متهم دفاعی داری؟ به نظر من که این یارو باید اعدام بشه. سامانی موکل تا موکل چیه؟ یعنی باید از این دفاع کنی. آها خب پس به نظر من این نباید اعدام بشه، اون باید اعدام بشه. میدونی فرق تو با تلویزیون LED چیه؟ چیه؟ تلویزیون LED فقط 16 میلیون رنگ داره. من اعتراض دارم. به چی؟ آقا ما تتلو رو بی رنگ فرستادیم ترکیه، نامردا دور رنگ پسش دادن، الان کی پاسخگوه؟ چی میگی ویلی؟ ولی خب بیرام نمیگه. چرا اینقدر تتو زدی؟ آقا ما اولش از کاداوار زدیم خوشمون اومد تو چشمون یه تتو قرمز زدیم. بعد چی؟ بعد همراه اول بسته بی‌نهایت شبانه گذاشت ما هی دانلود کردیم هی تتو زدیم. یعنی دیگه هر چی دیدی و تتو کردی رو خودت؟ نه یه سریاش رو من جا نشد اونا رو زدیم تو سر. پروندهت نوشته یه سری آهنگم داری که از نظر بار معنایی جرم حساب میشه. خانم وزیری؟ نه. خارکسته؟ نه. مادر جنده؟ اسم آهنگن؟ آره اواخر متای خوب نمیزدم اسم کم آورده بودم. یه جا خوندی که خونه خوبه خونه مامانم داره میده. لاشی اونجا میگه خونه خوبه خونه بوی مامانمو میدی چی میگی؟ این بود. خب از لحاظ روحی الان نیاز دارم یکی آهنگ تو پخش کنه بزنم تو دهنش. خیلی عجیبه آهنگای منو دوست نداری. اینم عجیبه که از این دادگاه فیلم نمیگیری بذاری یوتیوب بگی تا وقت صدکه نشیم اعتراف نمیکنه. الو سلام نمیتونم از زندون درام. پلیسا وقتی گرفتن چی گفتن؟ گفتن سلامتی اشیکاگان. آقا حداقل الان که جنگ شده منو آزاد کنید یه بلنگو هم بدید دستم برام لب مرز به اسرائیل فوش بدم. پرونده چندین فقره بچه بازیه. آیا من نگران تتلو نیستم که میره زندان، نگران زندانیایی هم که تتلو میره پیششون. ان شاء الله قسمت خودت هم بشه. تا یه دادگاه دیگه بدرود.